درود. در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک از مردم پرسیدیم که کدام موضوع را مطرح سازیم و از بین سه موضوع پیشنهاد گردیده عصبانیت آوازی بیشتر گرفت. معلوم می شود که عصبی آرام داشتن در زمان امروزه نه به هر شخص معاصر دست می دهد، ولی باز هم خود مردم می گویند که انسان در حالت غضبناک شدن می تواند خود را آرام کند. به یک خواندن کتاب است یا که به یک نمیدونم به یک تماشای آینه نمیدونم است، به هر راه واسطه هست میتونید خود را آرام کنید. تکثیر بزرگ را از بدن دور میکند و گرمای نفس و بدن وارد میکند. این معنی را دارد که هر ارگانیسم ما از نو برقرار شدن میگیرد و برای همین با فکر من که طبیعت ما یک خیلی است که آدمیزاد باید هر یک حسیات را اثر گذراند. با زن و مردا نصیحت و وصیت میکنم که به این لب جری نزدیک نشوند که بی بازگشت است. عمقش این مسئله بسیار مرکب است و برای تحلیل کردن بسیار فکر میکنم که بسیارتر پسیکولوژی جامعه و خاطر اینکه آنها در دوی کار هستند، خصوصا پسیکولوژیان اولیوی. شاید برای این حقیقت را دانستن به روانشناس مراجعت میکنیم. عصبانیتی که شما در نظر دارید بیشتر در پسیکولوژی با مفهوم خشم و غضب مورد استفاده قرار میگیرد. پس خشم و غضب چیست و بیشتر خاصی کیست؟ خشم و غضب این خود ایموشن‌های بنیادی انسان هستند. یعنی از لحظه تولد به انسان خاص است. نوابسته از جنس، نوابسته از ملت، نوابسته از فرهنگ و نوابسته از منطقه. این به زن و مرد یک خیلی خاص است. خود معنی سر انسان یعنی روانشناسان محققان به دو قسمت جدا میکنند، قسمت چپ و قسمت راست. یعنی مردها بیشتر از قسمت چپ معنی سر خود استفاده میکنند، زنها از قسمت راست. با همین خاطر قسمت چپ مسئول منطق و متماتیک و این چیزا است، قسمت راست باشد مسئول ایموشن و حسیات این چیزا. از همین وقتی زنها از قسمت راست بیشتر استفاده میکنند، اونها ایموشنالی تر هستند. این خیلی باشد به فکر شما زنها بیشتر عصبی میشوند یا اینکه مردان؟ سوال میموند معما. عجیب، چرا؟ زیرا تحقیقاتی که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام دادم آن را نتیجه گیری کردند که هر دو خشمگین میشوند. یعنی مردها و زنها هر دو خشمگین میشوند، هر دو غضب میکنند، ولی تنها شکل افاده یابی غضب‌های آنها از یکدیگر فرقیت دارد. کمتر میفهموندید؟ چه خلاصه براریم؟ این معنی ولی ندارد که زنها بیشتر عصبی میشوند، مردها کمتر. هر دو عصبی میشوند، فقط فرقیت در شکل افاده نمایی عدم عصبانیتشان است. این را چی گفته میتوانیم؟ و این را جدا نمودن مردها اکسترنال و زنها اینترنال. یعنی خشم مردها به بیرون افاده یافته است در شکل رفتار، در شکل صحبت، در شکل هجوم. زنها چی؟ ولی در زنها باشد این اینترنال و داخلشون روانه شده است که بیشتر آنها یعنی عصبانیت خود در داخل خود فرو میبرند. اکنون درباره عامل‌های عصبی شوی زن و مرد میگفتید. عامل‌هایی که مردها به خشم میآورد بیشتر فشارهای اقتصادی، مناسبت‌های کاری، ولی زنها عامل‌های عصبی کننده آنها این عائله، فرزندان، مناسبت‌های شخصی، مناسبت‌های بین شخصی میباشد. بدون عصبی شوی زیستن امکان دارد؟ هیچ وقت ما نمیتوانیم عصبانیت از بین بریم، گم کنیم، ولی آن را میتوانیم اداره نماییم. سپاس برای حقیقت گویی. حتی ارسطو درباره عصبانیت چنین گفته است. مثل آنه که در این مسئله ارسطو یک اندیشه بسیار جالب دارد. میگوید عصبانی شدن آسان است. همه میتوانند عصبانی شود، اما در برابر شخصی مناسب، در جای مناسب، در وقت مناسب، با درجه مناسب و با دلیل مناسب عصبانی شدن خیلی مشکل است. لطفاً میگفتید که در کدام حالت ما برای معالجه عصبانیت به روانشناس باید مراجعت کنیم؟ این خشم شما پیوسته ادامه یابد، این خشم شما به خود شما، به مناسبت‌های شما، به محیط شما تاثیر منفی رساند و میباید در اینجا از روانشناس کمک گرفت و روانشناس بعد از تشخیص شما میتوانند عامل‌های تاثیر رساننده به غضب شما را شناسد و وقتی عامل‌ها شناخته شد آن را میتوان برطرف نمود. اما مستقلانه اداره کردنش را می‌آموزانید؟ آدم پیش از خشم اول مخصوص جسم آن فیزیولوژی انسان باید سیگنال میدهد. پیش از اینکه ما پاسخ دهیم، مثلا رگ گردن ما کشیده میشود، چهره ما سرخ میشود، تپش دل ما زیاد میشه، این یک سیگنال است. شاید این وقت
چیکار کنیم؟ اگر انسان همین سیگنال رو به اینوبت گیرد و در همین حالت توقف کند میفهمد که بعد از این احتمال عصبانی شدن بلند هست توقف کند اگر در همین جا و اونند تکنیکای نفس کشی 4 7 8 میگن در پسیکولوژی یعنی 4 مرتبه نفس میگیرید 4 ثانیه 7 ثانیه نفس رو نگاه میدید و 8 ثانیه نفس رو میبرید. الان معاینه ساده قسمت امیگدالا که مسئول اموسیا است 10 ثانیه کفایه است که فشار همون پس شود. معلوم که با اجرای این تکنیک احوال ما خوبتر می شود. وقتی فشار از پس شد احتمال عکس‌العمل بلند کمتر می شود. ولی باز کدام تکنیک؟ و این چون میتواند انسان فکرش رو دیگه کند یعنی تکنیکای از 10 تا 1 حساب کردن در همه حالت زود پاسخ نمیدید برعکس حساب میکنید 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کمی هم باشد یعنی فکر ما ذهن ما به دیگر طرف میبرد. و یاد میگیرید تکنیکای حساب ولی از 10 تا 1. باز چی؟ مدیتاسیا کند یعنی حالت آرامش هر صبح ورزش کند اینها میتواند یعنی به پس نمودن شدت خشم را آورده رساند. فهمم. و اگر در تلفن صحبت کرده ایستاده باشه در حالت خشم از اینه که ما زود پاسخ میدیم و یک عمر پشیمون میشویم تلفن رو کشد بهتر است یعنی تلفن رو میکشد آرام میشود میتواند آب بنوشد نفس عمیق این تکنیک ها استفاده برد یا حالت توقف میشود. تشکر. عجیب. روانشناسان میگن 1 دقیقه اون وقتی به خشم میآید برای به حالت اول برگشتن نیم ساعت لازم است. ایها ببینید عصبانیت تا چه اندازه میتواند احساس پرجوش باشد. به همین خاطر میسازد که تکنیک های گوناگون استفاده بریم یاد گیریم آموزیم ایموشن‌های منفی خود را شناسیم و حتی آنها را یادداشت نویسی کنیم. اما در کدام حالت بیشتر عصبانی میشوم امروز من چرا عصبانی شدم و وقتی عامل ها رو شناخت انسان میتونه خوبتر اون را اداره نماید. سپاسی فراوان برای اشتراک در برنامه. حالا که از روی علم به این مسئله روشنی انداختیم اکنون اندیشه مردم را در این باره می آموزیم. به فکر شما زنان بیشتر عصبی میشوند یا اینکه مردان؟ البته زنها. هر دش مدرک چخیل زن چخیل مرد. زنها. زنها. با فکر من که مردها. با فکر من بیشتر زنها بسیار عصبی میشوند. بیشتر زنها. زنها. سوال عادی داره. Ай, هر دوش هم مرد هم زن. Я думаю, что женщина. هر دو. فرق نمیکنه. مرد خود زن. Это зависит от ситуации. Ну, я думаю, что нервы у женщин крепкие, чем у мужчин, я так думаю. هر دو. سوال قیم من فکر میکنم که در محیط اولیوی بسیار زنها عصبی میشوند. این وابسته به ذات است ارثیت است. میدانی دختر خوبم مرد را وقتی میفهمی که در زندگی همه چیز داره زن وقتی میفهمی مردش در زندگی هیچ چیز نداره. هر دوش آدم. جواب مشخص ندارم. زنها بودیسته. زنها. فکر من هم زنها. خیلی همیشه زنها تیز عصبی میشن این زیاد مردها. فکر من زنها. با فکر من بسیارتر مردها با سبب عصبی میشن زنها به سبب عصبی میشن. با فکر من مردها. با فکر من زنها. عجیب. در اینستاگرام و فیسبوک هم همین نتیجه رو به دست آوردیم یعنی فیصدی زیادی مردم گفتند که زنان بیشتر عصبی میشوند. حتی درباره مناسبتی زن و شوهر برایمون شعر هم قرائت کردند. سعدی شیرازی میگه که زن خوبی فرمانبر پارسا کند مردی درویش را پادشاه برو 5 نوبت بزن بر درت چو یار موافق بود در برت کی را خانه آباد و هم خواب دوست خدا را به رحمت نظر سوی اوست زنی را که جهل است و ناراستی بلا بر سر خود نه زن خواستی خداوند بدان بنده نکویی خواسته است که دست و دل زن بدو راست است در سرای مرد نکو زنی بد در این جهان بود دوزخ او. خیلی دراز است شیخ سعدی. آدم ایجادکار ده
تشکر. بیایید اکنون سببهایش را معین میکنیم. برای چی؟ به اندیشه برخی از مردم همه یک خیل عصبی میشوند. در یکم حالتهایی که مثلا گیریم رو افتادشان یا از کسی خفه شوند یا شاید با مرور زمان با گردش زندگی روزگار کم بدیوش. من فکر میکنم که هم زن هم مرد مشکلات توی خودش داره و عصبانیت هم به هر روی همین مشکلات سر میزنه. یعنی که اخلاق حمیده و اگر تکرارن که اگر ذات و ارثیتش از آل نژاد نباشه، چی مرد چی زن توأم میتونن به این حالت بیفتن. اما اون نفری که صاحب خیرت است، صاحب مفکوره است، این چیز کوشش میکنه راه نمیده، چی مرد چی زن. کار و فعالیت مردان و پسیخیک مردان با دیگر راه کار میکند. ما سبب به غضب آمدنمون از جهت کار میشود، از جهت بسیار اکتیو روز در چند نمود کارها داریم. از همین سبب تا شام تا بگاه الکی ما معنی سرمون کم ترک مونده میشود و عصبانی زنها هیچ کار نمیدونم دیره. فهمو. ولی برخی از مردم گفتند که مردان بیشتر عصبی میشوند. پرسیدیم که چرا؟ چون که مردها کار بارشان با وای بسیارتر است به قطعی. او غضب میشود. حرفا тащичашон. Да, потому что женщина, она очень сильная, она все на себя берет, она воспитывает детей, у нее все. И при этом она всегда спокойная, она всегда. Но даже если злится, то это нормально. Эмоцияшон қабида наметавонанд занҳо хеле меқапанд. سپاس. توجه کنید به قسمتی باقی مانده. زیرا آنها قید کردند که زنان بیشتر عصبی میشوند. ما باشیم پرسیدیم که چرا؟ خیال میکنم که صبوری در زنها کم است. خیلی بسیار پرابلمش در سر زنها میاد زمان. اگر خوراک کمک دیر شود دادا جانش دل تنگ میشوند. همه این تشویش‌های روزگار در سر زنها است. تمام پستی بلندی زندگی در سر زنان. همه گله‌هایتون نور دیده. برای که اونها زن هستن نوز کرشمه اونها زیادتر است. بسیارتر زنان احساسیان با اون خاطره که هر باره که مثال مرد بعضن حالت‌ها میشود که به یگان شوخی مرد زنان میتوانند عصبی شوند. ممکن. Но мы по сути такие все беспокойные, на мой взгляд, женщины. برای همین هیچ وقت من آوازم رو نمیبرارم. البته اگر از معیارهای دینی یا مثال بگیم که معیارهای پسیخولوژی چرا بینیم بیشتر همه زنها زن ضعیف میگن. نه اگر با معنی گل بیم از برگ گل نازکتر به همه معنی میشه. بنابراین مثلا هر نوز اربطه‌ای که میکنه مثال زن بیشتر همین نوز یا اینکه ارکگی خود رو برای دو نفر بیشتر میکنه، یکی برای پدر و دیگری برای شوهر. من فکر میکنم که همه دو نفر مسئول و وظیفه‌دار هستند که زنها رو همچون یکی از شیشه هایی که مثال بگیم شیشه های نشکننده باید احتیاط کنند. با خانم های خود با زن های خود مهربان باشه. اگر زن مثال اگر چنده که مثال بگیریم چی میگن ضعیفی کند، اگر عصبی هم شود، من فکر میکنم که برای فایده محیط اولوی است. مردها عصبی میکنند، زنها کم صبر هستند نسبت به مردها. زیرا طبیعی نازک دارند زنها. مثلا در عرفیات ما ملت تاجیک میگویم که زنها بیشتر اول غم شوهر میخورن، غم روزگار میخورن، غم فرزند میخورن، بعد غم خود رو میخورن. زنهای همینده. بنابر همین سبب پس حق دارد که مثال بگیرم عصبی میشود یا ناز میکند یا یک چیزی که مثال در دایره امکانات‌های شوهر است از اون میپرسد، حق اون را دارد. خیریتی برای اینکه مردها بسیارتر سرپیچی میکنند از گفته‌های زنها، از همین سبب زنها عصبی میشوند. چرا که همه زندگی سر بسیارتر تنک با. برای اینکه در تربیت فرزند هستن در خانه بسیارتر زن عصبی میشود. ها، سپاس برای پاسخ. جواب‌ها جالب بودند. اگر سیر نباشد میگفتید که شما زود عصبی میشوید. نه، من آدمی زود عصبی شدن نیستم. بله. من بله. نه شکرانه. نه. من بعضا حالتها میشود که زود عصبی میشم ولی باز خودم را داشته میتونم.
خیریت. بعضی حالات. نه اینطور. Ну, конечно, когда тем более дети, за них переживаю очень часто. بله بعضی وقت از همین کمبودی ها پیدا می شود، مشکلات ها، زندگی به مشکلات نمی شود. Нет, не всегда. Да. نه من درست سیگا تا زمانی که اویلادور نبودم تز عصبی میشدم و وقتی که اویلادور شدم خیلی چی میگن قامت راست هر یک مرد همین زن است. همین باز ما یک سخن دیگه هم دارم که میگن که مرد میکردگی مرد است زن هست و نامرد میکردگیش هم زن است. نه من طبیعتم خیلی آرام است، گاه نه ممکن البته من وقتی کارهایم درست پیش نمیرود بله تد عصبی میشوم. میدونید عصبی شدن عصبی بسیارتر از روی ضعیفی انسان است ولی بسیار سببا دارد که عصبی شوم ولی خودم رو پیش میکنم که آرام نگاه دارم. نه من بچه آرام بسیار آرام. نه بله. رحمت برای ابراز حقیقت. قسمتی گفتند که آرام طبیعت هستند و قسمتی گفتند که زود عصبی میشوند. ما باشیم از هر دو طایفه پرسیدیم که هنگام عصبیت خود را چگونه آرام میکنند. مثلا خودم را با یگان کاری که دوست می‌دارم عادتاً به موسیقی گوش کردن و یا کتاب خواندن خودم را مشغول میکنم. حد یگان فکری نقص فکر میکنم، نه بیرم من فکر میکنم. یگان جا رفتن. با هم خیلی سیر و گشت ها می‌آییم. جاهای تماشا با. نمیبرم پارک تماشا سیر و گشت. من امروز کنسرت میشنم تماشا میکنم و سبام آروم میکنم میرم پیش کلافون. خشم با دیگه کار میگیرم. فقط کار خانه قطعی میگیرم که اشتباهی که عصبی من نفهمم. تنهایی رو اختیار میکنم. بسیارتر وقتی که عصبی میشوند یا کاری میکنند که من عصبی شوم کوشش میکنم با کارهایی که مثلا خود رو آرام میکنم زیادتر با کارهای دوست داشتم مشغول شوم تا خود رو راحت‌تر احساس کنم. مثلا کدام کار؟ مثلا کتاب خواندن، شعر قرائت کردن یا در تنهایی سیر و گشت کردن. فهمیدی؟ طبیعت وقتی. Ну как-то анализирую вообще как себя успокоить, ну не знаю. Может какая-то медитация небольшая, там не знаю, уйти в другую комнату как метод. چیکار کردن باید صبر. چی؟ باور نمیکنید؟ باید صبر کرد. تز عصبانی نشد، همدیگری نرنجونید. این بهتر است در اولا. همدیگر فهمید. Я, например, когда дети дома, я стараюсь, чтобы как-то с ними пообщаться, делать так, чтобы забыть о нервах. لحظه پس پشیمون میشم. زود پشیمون میشم. خیلی یکان جا میبرم، یکان بچم قطیگه میزنم، دخترم قطیگه میزنم، در شما قطیگه میزنم، در شما جانم. دست رو ما او قطی میشم. صبر. خب یگان موسیقی گوش میکنیم، یگان کتاب مطالعه میکنیم. برای آرام شدن خاموش میستم. سکوت. برای آرام شدن به یگان کار مشغول میشوم تا که از خاطر خود فراموش کنم. مثال گویید کدام کارها؟ مثلا با کارهایی که به خودم معقول است میتونم با آن را واسطه ها از خاطرم برم. مثلا به دوزندگی مشغول میشوم. برای آرام شدن بسیارتر کتاب میخونم. موسیقی گوش میکنم. پس به ما یگان پارچه سرود سرایید. تنهای ظلم است برام پای که عادت کردم با هم بودن را رسم و عمری خود قسمت کردم خانه زندان است آخر خاموشی گوش خراش است بستری سردم به تو در یاد التماس است. در تنهایی آرام میشم. از آرام میکنم خودم که در ساحه صنعت که فعالیت میکنم نوازش دوتار میکنم خود را آرام میکنم. سپاس. در شبکه‌های اجتماعی نیز من این گونه پاسخ‌ها را به دست آوردیم. گمان میکنم بد نیستند و برای آرام شدن حتما آنها را نیز میتوانیم به کار بردن. زیرا برخی از مردم گفتند که به سیر و سیاحت میبرایند، البته در تنهایی. برخی دیگر باشد تنهایی را اختیار میکنند و موسیقی گوش مینمایند. ما باشیم خواهش کردیم که یگان پارچه سرود سرایند. جانم باش نوشدار و بعدی مرد فایده ندارد. جانم باش رونمایان کن این ماه شب تابانم باش. جانم باش
و سوال نوبتی نیز گمان میکنم خیلی جالب خواهد بود. به فکر شما عصبی شدن این نشانه ضعیفی است یا طبیعت انسان است؟ به فکر من عصبی شدن این طبیعت انسان است. به طبیعت خودی انسان وابستگی دارد. طبیعت. به فکر من طبیعت آدم است. ضعیفی بسیارتر ضعیفی میشد. خصلتش. اصلا انسان ها هر گونه میشن، بعضن ها به اون معنا میگویند که نشانه ضعیفی است، بعضن دیگر به فکر هستن که نشانه طبیعی آدم است. هر گونه فکر و عقیده ها هست در مثلا. شما چی میگویید؟ به فکر من این نشانه ضعیفی بیشتر است به فکر شخصی من. بعضی حالت‌ها نشانه ضعیفی شده میتونم. طبیعت انسان است. Слушайте, ну, бывают еще факторы здоровья. Вот. Ну, мне кажется, нервничать это нормально, в принципе, в настоящее время, в современное время. ضعیفی. نشانه ضعیفی بی‌خردی، بی‌علمی. Нет, это человеческое, это нормально. Когда человек нервничает, это нормально. На то мы и люди, что нервничаем. У нас бывают эмоциональные моменты, бывают такие моменты, что мы себя спокойно ведем. То есть это зависит от ситуации, и человек себя по-разному ведет. خیلی وابسته به آدم خودشه. یعنی کوشش و غیرت کنه. برای آرام بودن. ضعیفی آدم است. ها طبیعتی آدمی است. طبیعت. شاید ضعیفیش هم باشد. چی خلاصه میبرارید؟ ضعیفی. طبیعت فکرم. طبیعت آدم است. عصبی شوی یکی از اموسیون‌های مهمی آدمیزاد میباشد. من فکر میکنم این از طبیعت هم وابستگی دارد، لیکن آدمیزاد میتواند که تمام حسیات خودش را اگر خواهد خودش اداره کند. طبیعت آدم. تشکر. قسمتی گفتند که این طبیعت انسان است. چرا این خیلی فکر دارید؟ نمیدونم. برای اون که ضعیف بودن این باعث عصبی شدن نیست. بسیارتر زنها در زندگی رو افتاده میشوند به حد. در حالتهایی که مثال یکان کارت اجرا نمیشود یا راه افتاده میشوی یا که تعبت میگردد کاهش مییابد. هر کی به هر خیل دارد طبیعت است. برای اینکه هر کس نمیتواند خود را اداره کند، همون لحظه اداره کردن و نکردنش از خودی همون شخصیت وابسته است. باقی مانده باشد گفتند که این نشانه ضعیفی است. چرا این خیلی اندیشه دارید؟ زندگی، کار و بار. میگم که بسیارتر زنکا تکیه‌گاه ندارد. مثلا بعضی انسان‌های هستن که وابسته مثال به همون عصبانیت شدن انسان‌ها، همون نقطه ضعیفی اونها رو همچون نقطه ضعیفی اونها استفاده می‌برن عصبانیت شدن رو. برای که اراده مستحکم اگر باشد همدیگر فهمی پیدا میشه. همدیگر فهمی که پیدا شد زندگی هم خوب میگذره. فرزندای هم خوب تربیت میکنه. برای که اگر کتاب خونید از آثار گذشته ها باخبر باشید من هیچ وقت عصبی نمیشوید. هر یک روندی که در رخ میدهد تez خلاصه برای کردن ضرور نیست. فکر کردن من خیلی فکر میکنم. خب سپاس برای حاضر جوابی. هر دفعه طریق برنامه پرسکاو ما از فکر و اندیشه مردم آگاه میشویم و با این واسطه به شما امکان میدهیم دوستان عزیز که هم معلومات گیرید و هم لحظه با تماشای برنامه پرسکاو فراغت نمایید. کوشش میکنم که همش موافق طبع شما شود. در واقع قبل از خیر خوش میخواستیم موضوع نوبتی را بگوییم، البته زبان آموزی، زیرا نسبت به عادت ها زبان آموزی آغازی بیشتر گرفته است. انا دیدید خودتان شاهد. اینجا باشد برنامه امروزه ما با آخر میرسد. خیر دوستان.